76 ساله تاجیک مقیم آلمان که سال 1941 اسیر حربیان فاشیست ها گردیده دیگر به تاجیکستان برنگشته است، به نزدیکانش وصیت کرده است که او را بعد مرگش در زادگاهش دفن کنند. ارگشبای قابیلوف که در گذشته شهروند ازبک زبان تاجیکستان بوده است و همکنون در شناسنامه آلمانیش اسمش ارکاب کابولوف ثبت گردیده است، میگوید در کشورش برای او زندگی کردن از نگاه اقتصادی دشوار است و از همین سبب نمیخواهد به وطن پدریش برگردد، ولی به جیانهایش وصیت کرده است که پارچه زمینی را در قبرستان زادگاهش دهه زرنسار شهر قیراقوم برای روز مرگش آماده سازند. ارگشبای قابیلوف سابق جنگاور اسیر افتاده تاجیک که همگی یک هفته پیش برای 45 روز با دعوت پیوندانش آمده است، در صحبت با رادیو آزادی گفت که روزهای سخت و مصیبت و از چه سبب برای همیشه اختیار کردن زندگی را در دوری هزارها کیلومتر از وطنش خوب در خاطر دارد. و میگوید بعد 4 سال اسیریم که جنگ تمام شد، نیمی‌ها خواستند مرا بکشند، ولی من بیمار شدم و به بیمارخانه آنجا بستری گردیدم. در همان جا با یک دختر آلمانی که نامش آلما بوده است شناسایی پیدا کرده اویله‌دار شدم. سپس با کمک اویله‌ام از اسیری رها شده زندگی یک جایی را با او دوام دادم. ولی نزدیکان و پیوندان ارگشبای میگویند که برای دوباره برنگشتن او مقامات دور گناهگار است، زیرا وی دهها نامه را به عنوان خویشاوندان فرستاده خواهان برگردانیده نشدهاند، ولی از چی باشد که نامه ها تا دستی آنها نمی رسیده است. تنها سال 1976 به شرافت خالمیرزای و خواهرزاده ارکاب کابولوف میسر میگردد که توسط کمک یک دوستش که در پاشته کار میکرده است پنهانی از کارمندان امنیتی دور نامه را دسترس کند. بچه‌م اپام کلان پسرشان عسکر برفتن. عسکر رفتگنده این تاقم هر سال ما با خط مینوشتگیده، هر سال یک بار خط مینوشتگی اینجا پیشچو رس میکردی. ترسیده اگر منو خط میگرتون خط میدیدون شما رفت اومد ترسیده ما نشان نمیدادگی. خود ارکاب کابولوف نیز میگوید وقتی بارها کوشش برگشتن کردم و نتونستم، دیگر در آنجا به زندگی کردن عادت کردم و به شرایط آنها مطابق گشته دیگر آمدن نخواستم. ولی جیانش شرافت خالمیرزای و میگوید که تقویش همراه خیش یک کف خاکی تاجیکستان در شهر همبورگ آلمان که آنجا زندگی میکند برده است و همیشه